وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روزی 18 می در عملیات ضد تروریستی در ناحیه روشان بدخشان 8 نفر کشته شده است. این وزارت کشته شده ها را گروه مسلح نامیده است. به گفته مقامات در این حمله 1 افسر کشته شده است و 13 افسر دیگر زخمی گردیده است. تصدیق درستی این اطلاع به خاطر قطع بودن اینترنت در بدخشان فعلا غیر امکان است. ساکنان میگویند هیچ گروه در بدخشان مسلح نبود و کشته شده ها ساکنان عادی هستند. مقامات از آنها گروه های متشکل جنایتی نام برده است و گفته است مقدار زیادی سلاح و مهمات جنگی از جمله کوکتیل مولوتوف مصادره شده است. همکارم میرزا نبی خالقزاد موضوع را پیگیری کرده است و با ساکنان و مقامات صحبت کرده است. میرزا نبی، آخرین خبر از بدخشان چی هست؟ برای واقعا هر لحظه خبرهای تازه به تازه به ما میرسد. خبرگزاری دولتی خاور روز 18 می به نقل از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نوشت که روز گذشته اعضای مسلح به هدف به قبل وزارت خللدار ساختن وضعیت سیاسی جمعیتی شهرهای دوشنبه قلمه را در حدود ناحیه روشان غیر قانونی بستند. وزارت کارهای داخلی در این حادثه به مداخله نیروهای خارجی اشاره کرده و گفته است جنایتکاران به پشتیبانی سازمان بین المللی تروریستی سلاح و لوازمات جنگی را از بیرون کشور دسترس کردند. اما در این بیانیه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از هیچ نیروی خارجی دقیق نام برده نشده و نیز گفته نشده است که آنها چگونه و از کجا این اسلحه را دریافت کردند و استفاده کردند. و قبل وزارت گروه متشکل جنایتی برای انجام دادن عملهای تروریستی زرخریدان خارجی را جلب کرده است، اما از هیچ گروه نام برده نشده است. در همین حال بعضی سامانه‌های خبری که حادثه بدخشان را بازتاب میدهند نوشتند در این درگیری از سلاح سنگین استفاده شده است. ضمناً چند ساکن ناحیه روشان با خواهش اینکه نامشان ذکر کرده نشود گفتند که در روشان از صبح بر وقت تیرپرانی و تعقیب مردم جریان دارد. همسایگان ما در روشان گفتند که چند ساکن در جریان این عملیات کشته و زخمی شدند. با سببی که راهها بسته است تماس با ساکنان محله دشوار است. تصدیق درستی این خبر مشکل است. ساکنان به ما نام 5 کشته را نیز گفتند. داد خدا فرخ رئیس ناحیه روشان نخواست در این باره با ما صحبت کند و شرحی هم نداد. جسد 1 نفر افسر نیروهای الفا که گفته می شود در حادثه بدخشان تیر خورده است امروز در جماعت دهنی کولا به خاک سپریدند. از افسر جبارزاده فیضلی نام برده می شود که 25 ساله بوده است. یک منبع آزادی از شهر کولا می گوید سرباز روز 17 می در ناحیه روشان کشته شده است. او از قفس سینه‌اش تیر خورده است. ساکنان مرکز ناحیه میگویند کارمندان امور داخله به خانه مردمان زده میدرند. از مردها و پسران تقاضا میکنند که آنها را برای پیدا نمودن نفری در جستجو قرار داشتهشان راهنمایی کنند. یک روز قبل گفته شد که ساکنان روشان به مرکز ناحیه به نشان اعتراض حرکت کردند و از جانب مقامات انتظامی پس گرفته شدند. فعلا روای مردم اطراف به مرکز ناحیه مسدود است و ساکنان روشان در صحبت به ما گفتند که تقریبا در ساعت 13 روز علاقه تلفنی بر علاوه اینترنت نیز قطع کرده شده است. میرزا نبی، حادثه روشان پس از آن رخ داد که ساکنان پیش راه ماشین‌های نظامی را که به خاروق حرکت می‌کردند گرفتند. در شهر خاروق 2 روز پیش ساکنان اعتراض کرده بودند و حال و وضع چگونه است آنجا؟ بله، در جریان همین اعتراض در خاروق چند نفر زخمی و 1 نفر کشته شد. ساکنان به ما گفتند که این صبح گروه در محله برخاروق شهر خاروق تلاش جمع شدن داشتند که از جانب نظامیان پراکنده شدند و حالا در خیابان‌های خاروق جمع شدن ساکنان به نظر نمی‌رسد. ساکنان میگویند تعداد نظامیان و پاسگاه بیشتر شده است و حرکت به مرکز شهر هم تقریبا ناممکن است. مقامات در اظهارات محمد باقرov، علیم شیرزمانوف فعال مخالفین و الفت خانم محمدشاه و فعال جامعه مدنی را در ناآرام کردن وضع گمانبر دانستند. آنها این اتهام را رد میکنند. میرزا نبی، خبر رسید که یکی از چهره‌های فعال بدخشان چنانکه شما نام بردید الفت خانم محمدشاه و از جانب مقامات بازداشت شده است. جزئیات این بازداشت چی است؟ تفصیلات به دست آوردید؟ بله، واقعا طور مرد محمدشاه روزنامه‌نگار شناخته و یکی از نزدیکان محمدشاه به رادیو آزادی گفت که گروه کارمندان کمیته امنیت ملی و دادستانی کل در ساعت 8 صبح همین روز الفت خانم را از منزل زیستش دستگیر کردند و به بینای کمیته امنیت بردند. مرد محمدشاه گفت که او را نیز به حیث خویشاوند الفت خانم دعوت نموده در حضور پیوندان منزل زیست او را بازجویی کردند. وی گفت هیچ چیزی شبه‌آور پیدا نکردند. در نسبت او تا هنوز هیچ پرونده هم باز نشده است و تا حال از او خبری نیست که در کجا است. تشکر میرزا نبی برای صحبت. همکارم وضعیت بدخشان را شرح داد.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود